مسیر دوشنبه چنوق از کیلومتر 48 تا 83 برفریزی شدید و پیهم فرآمدن ترمه‌ها شبانه روزی اخیر باعث موقتا منع شدن حرکت واسطه‌های نقلیات گردید. در این مسیر صرف نظر از باعث بودن بارش برف و فرآمدن ترمه‌های زیاد، تکنیکای و مکانیزم‌های فیلیال شرکت سهامی اینوویتیو رود سولوشنز LTD در جمهوری تاجیکستان سریع وقت به تازه‌کنی راه شروع کردند. مقصد اساسی هرچی زودتر تامین نمودن حرکت واسطه‌های نقلیات در مسیر دوشنبه چنوق. تنها در دوام شبانه روزی اخیر کارمندان نمایندگی فیلیال شرکت در منطقه ورزا با استفاده از تکنیکای و مکانیزم ضروری 17 ترمه فرآمده را تازه و راه را پرره با مواد ضد لغزش کارکرد کردند. در نتیجه نیمه دوم روز 4 ینور حرکت واسطه‌های نقلیات در راه دوشنبه چنوق تامین کرده شد. مسئولان شرکت میگویند در حالت ضروری خصوصا در وقتی برفریزی زیاد و بیشتر شدن خطر ترمه‌فرایی محدود کردن حرکت واسطه‌های نقلیات در نوبت اول به بی‌خطری رانندگان و مسافران ربط دارد. اما مشکل آن است که صرف نظر از کارهای فهماندهی حالا هم یک عده رانندگان به آمادگی جدی از جمله با نقلیات بدون تیر پیشبر به سفر میبرایند. در نتیجه چنین رانندگان بر زمین در راه به مشکل مواجه گردیدنشان برای حرکت دیگر واسطه‌های نقلیات نیز مانع ایجاد می‌نمایند. با نظرداشت این رانندگان را ضرور است که هنگام سفر به قاعده‌های حرکت در راه رعایت نمایند و در وقت ضروری توصیه‌های نهادهای دخلدار را مد نظر داشته باشند. طور معلوم گردید در اکثر قطعه‌های راه دوشنبه چنوق برف بلند بوده، کلانترین ترمه 300 متر پهنایی و بیش از 15 متر بلندی دارد. عین زمان تازه نمودن راه از برف و ترمه ادامه داشته، راهبریت فیلیال شرکت و ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی در منطقه‌های آسیب‌پذیر راه قرار دارند. با مقصد بی‌خطری حرکت در راه، نوبتداری شبانه روزی نیز تشکیل کرده شده است. در دوام 2 روز یک چند ترمه‌های وزنی فرآمد، برفی پرشدت تا عین حال زده ایستاده است. با این نگاه کرده کارمندان اینوویتیو رود سولوشنز در جمهوری تاجیکستان شبانه روزی با تازه کردن راه مشغول و راننده‌ای که حرکت میکند پیش از برآمدن بر راه باید که به همه قاعده‌ها رعایت کند و کارمندانی که در اینجا سفربر کرده شدند اینها را باید که گوش کنند و در وقت اجازه شدن گزارش نمایند. با تمام تکنیک و مکانیزم هایی که برآورده شده است، راه را از برف و یخبندی ها تازه کرده ایستادند. از تمام رانندگان، شهروندان و مسافران خواهش کرده می شود که وابسته به بد بودن وضعیت هوا و بارشات برف زیاد از برآمدن به سفر موقتا خودداری نمایند. مسئولان میگویند آمادگی فیلیال شرکت برای به مشکل سپری کردن فصل زمستان همه‌جانبه و جدی بوده. در این رابطه به قدر ضروری مواد ضد لغزش، سوزشواری دیزلی، روغن برای نقلیات، چرخ‌های واسطه نقلیات مخصوص گردانیده شده و سر و لباس زمستانه برای کارمندان ذخیره کرده شده است. همزمان زیاده از 210 تکنیک و مکانیزم شرکت در حالت کاری قرار داشته، تعداد بیشتری آن در منطقه ورزاب در تازه کردن راه از برف و ترمه استفاده کرده می شود. با گفت مسئولان فیلیال شرکت انجام این کار امکان می دهد که نگهداری راه در سطح خوب و صفت بلند عملی گردیده، حرکت منظم و بی‌خطر واسطه‌های نقلیات در فصل زمستان پرره تامین کرده شود.